به نام خدا. دوستان یه خودرو اچ تی کراس به مراجعه کرده. مشتری میگه که وقتی فرمون رو به سمت چپ میپیچونه ماشین خاموش میشه. خب برای رفع این ایراد شما میاید دستگاه حالا TNM یا هر دستگاهی که برای ریمپ کردنتون استفاده میکنید و وصل میکنید و میریم توی برنامه. خب بعد از اینکه شناسایی کردیم و برامون خودرو اچ تی کراس رو با ECU ME744 شناسایی کرد، میایم اینجا توی عملیات کمکی ECU جدول ریمپ. جدول ریمپ رو میزنیم. این قسمت 22 23 24 25 و 26 آیدل RPM هامون رو تمام اعداد زیر 900 رو به 900 میرسونیم. ببینید اینا رو الان من همه رو 900 کردم. هرچی عدد زیر 900 داریم اینا رو میکنیم 900. الان ببینید من اگه خود برنامه فابریکشو باز کنم اینا اعداد زیر 900. این 820 تا 850 اینا رو همه رو میکنید 900. تمام این 5 تا جدول و این 820 تا اینا همه بشه 900. اینا همه بشه 900. 750 790 اینا بشه 900. از اون طرفم بیاید توی قسمت میس فایر جدول شماره 21 این 5200 رو بکنید 520. این 520 هم بکنید 5200 که میس فایر هم دیگه نداشته باشید. موفق و پیروز باشید.